بفرمایید. الو جانم بفرم. رو خطیم بفرمایید. درود بر شما. شبانگ هستم دوستان عزیز، شنوندگان رادیو صدای مادر. در هر کجایی که دنیا هستید درود بهتون میفرستم. برنامه است به نام ریشه که به روال هر سه‌شنبه در همین ساعت، یعنی ساعت 10 شب به وقت واشنگتن، در خدمتون هستم. درد دل خودمانی هست برای نتیجه گیری و ریشه یابی معضلات فرهنگی. امروز مصادف است با 13 آگوست 2013 برای اینکه ثبت بشه این برنامه. به جایی ما رسیدیم که خاطراتی رو که در زندان برای من اتفاق افتاده بود براتون تعریف می‌کردم. خب گفتن این داستان ها چون ثبت خواهد شد در جایی چه ما باشیم چه نباشیم، یک خطوط قرمز هایی رو رد میکنه و دشمنی که به این صدا گوش میده یا ضبطش میکنه یا به هر حال روش آنالایز میکنه ناگزیر هست که عکس العمل هم نشون بده. اصولا کسانی که خط قرمز رو در رابطه با افشاگری و روشنایی ذهن‌ها و مغزها انجام میدن، اینها بیشتر مورد اصابت این تیرهای ناجوان مردانه قرار میگیرن که نمونه های بسیاری هست که با میدونیم مثل کسروی ها، فولادبند، شایان کاویانی و غیر و ذالک، فریدون فرخزاد. به هر حال اینها نمیبایستی که اون خط قرمز رو به زعم دشمن رد میکردن، ولی خب این دلیران چنان وابسته و پیچیده به رگ و پی ملی و میهنیشون بودن که این دو روز دنیا رو ترک کردند و به سرای همیشه باقی شتافتن، اما با نام خوش. اما راه های بسیاری هست برای ساکت کردن، برای به هر حال سنگ انداختن جلوی پای این آدم ها که در طول تاریخ ما دیدیم که چگونه هست یا تهدید میکنن یا با پول سعی میکنن در خریداری این آدم ها، یا اینکه اگر مرد باشه یک زنی رو در کنارش میندازن و بهانه‌ای قرار میدن، دستاویزی قرار میدن که بدنامش بکنن، یا به هر حال انواع و اقسام به شیوه های منکوب کردن و بیچهره کردن این آدم هاست. این شیوه ناجوان مردانه یکی از اساسی ترین و به هر حال بنیادی ترین شیوه های سرکوب مبارزان چه در داخل ایران چه در خارج از کشور هست. به خصوص اگر کار رسانه‌ای رو شما انجام بدید و اصولا اگر رسانه‌ای باشه که در این روال قدم برداره، میبینیم که انواع و اقسام تهمت‌ها رو میزنن که این رادیو، این تلویزیون وابسته به جمهوری اسلامی است، از اونها پول میگیره و غیر و ذالک. اینها دیگه برای ما عادی شده. ما از آن میزدگانیم که دریا زده ایم، فرق نمیکنه و منتظر این چیزها هم هستیم گرچه سر خود ما آمده است. ولی به هر حال بعد از منکوب کردن این چهره ها، بعد از خاموش کردنشون، بعد از سنگ انداختن و اینها رو در پستوی تاریک فراموشی قرار دادن برای اینکه ملتی نتواند سر رو از ناسره تشخیص بده، اینها خودشون شروع میکنن به قهرمان سازی و یک سری آدم هایی رو علم میکنن و راجبش بحث و گفتگو میکنن و عواملی که در خارج از کشور یا جاهای دیگه دارن اینها رو به صورت قهرمانان ملی در میآورن. اصولا من عرض کردم خدمتتون که ما به کار فرهنگی تحزبی یا جمعی رو نداریم. ما جزو اون
تعاریفی که ما کردیم از جامعه که جامعه پویا چیست و جامعه درجا زننده که به طور مدور روی دایره میچرخه و باز به نقطه اول برمیگرده، چون از این قبیله هستیم. حالا اگر به دلیل پیشرفت زمان و به هر حال تقلیدی که از دنیای خارج ما میکنیم، اگر گهگداری هم حزبی هم تشکیل شده یا گروهی تشکیل شده، اینها به جای داشتن یک هدف مشترک برای اطلاع یک ملت و رسوندن اون ملت به یک آیندگی بسیار خوش، سعی میکنن برای به دست گرفتن قدرت همدیگر رو منکوب بکنن و از سر و کول هم بالا برن تا بتوانند دستی در قدرت داشته باشند. در زمان خود ما دیدیم که اشخاص امنیتی، اشخاصی که بنیانگذار این داستان بودن و حتی به هر حال حرکت هایی که انجام شده، از توی این لابلای اینها آدم هایی رو شما میبینید که میارن به صورت قهرمان ملی معرفی میکنن، در صورتی که این آدم نه حرفی برای گفتن داره و همش شعبده بازی است، یا مثل سازگارا یا مثل گنجی ها و غیر و ذالک، و با پولی که به اینها میخورونن سعی میکنن که اون به هر حال حرکت های اصلی و واقعا ملی رو زیر سایه قرار بدن، همون جوری که قیام ملی شاهرخی رو در 18 تیر و همون 18 تیر رو طوری ترتیب دادن که تعدادی دانشجویی که الان میبینیم که در کجا هستن، که سرانشون با فرش قرمز به اینجا اومدن و مثل احمد باطیبی ها که عکسش به در و دیوار کوبیده شد و غیر و ذالک، عکسی که توسط یک فرانسوی گرفته شد و اینها حساب کتاب شده است. و نمونه دیگه مثل همون عرض بکنم که آقایی که در واشنگتن هست آوردنش و بسیار هم این آدم نادان و پرروست، اما با فرش قرمز آوردن سناتورهای امریکایی و بورس‌های دانشگاهی به اینا دادن با حقوق‌های بسیار زیاد که حالا این دسته رو تشکیل بده یا اون گروهی، ولی حرفی برای گفتن ندارن. اینها برای این هست که چهره‌هایی که حقیقی و حقوقی هستن زیر سایه قرار بگیرن، حتی در به اصطلاح جوامع بزرگ جهانی مثل جایزه اسکار، مثل عرض کنم جایزه های نوبل، حالا هرچی صلح و ادبی. شما نگاه میکنید که یکی از کسانی که توسط رضا شاه به جایی رسید به عنوان یک زن، ما میبینیم که برای این انقلاب 4 قاضی زن اولین کسانی بودن که تحسن کردن در مقابل دادگستری و از خمینی طرفداری کردن، که یکیشون شیرین عبادی بود که به دریافت جایزه نوبل هر حال نائل شد. اما فلاسفه ای به قول خود اینها دانشمندهای خاصی رو که میبینیم مثل سروش و غیر و ذالک رو اینها مطرح میکنن، اما جوان مردانی که واقعا تحصیل کردن و صاحب تفکر جهانی هستند، اینها حتی یک بزرگ داشت هم براشون گرفته نمیشه. چرا این سخنها رو میگم؟ برای اینکه در جلسه قبل یک تحفه به هر حال از این قبیله ای آمد و گفت آقا این در دیوار رو رنگ میکرده. نه، من افتخارم نیست که در دیوار رو رنگ بکنم، مسئله نیست که من در دیوار رو رنگ میکردم، رنگ کردن که اشکالی نداره، همون رنگ رو شما استفاده میکردید، همون بهداری که این بزرگان رژیم گذشته در زندان ها، بهداری که برای شما ساختن، یخسازی که برای شما ساختن، آشپزخونه‌ای که ساختن و شما ازش استفاده میکردید و چه بسیار ناجوانمردانه برای اینها زدید و یک مشت پیرمرد رو در سلولهای انفرادی قرار دادید و خودتون اون محلی که اینها تمیز کرده بودن ایستاده. اینا معضلات فرهنگی است
باز بذارید من راحت رد نشم مثل بزنم. شما ببینید احمد شاملو رو چون به حزب توده وابسته است، به یک گروه چپ به هر حال بسیار مقتدر و سیاسی وصل هست، به اندازه کوه دماوند بزرگش میکنن. این آدم نه دیپلم داره، نه کار خردمندانه‌ای برای مملکت کرده، ولی چنان بهش حسن شهرت میدن که حتی نامزد جایزه نوبلش هم میکنن که توسط یکی از عواملشون که در پاریس هست این کار انجام شده. اما من یک نمونه شخصیتی که تفحص کرده در این باره مثل شجاع الدین شفا، آدم کمی نیست، آدم بزرگیست. اینها رو با هم مقایسه بکنید ببینید کی به چه کسی خدمت کرده، از نظر سوادی در کجای تاریخ ایستاده و تشخیص بدید که قهرمانان ملیتون کیا هستن. من احمد شاملو رو شما میشناسید که حتی دیپلم هم نداشت و 8,000 دلاری که در ماه توسط شهبانو میگرفت برای نوشتن فرهنگ و کوچی، بعد از اینکه اون پول دیگه بهش نرسید به دلیل انقلاب شدن، شروع کرد به هر حال فحاشی کردن و غیر و ذالک. اما من حالا آثاری که این آدم درست کرده با تمام شهرتش این ور اون ور دانشگاه‌های مختلف دعوت میشه و غیر و ذالک و حرف میزنه و جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. اما شجاع الدین شفا رو بذارید من بگم فقط چند موردشو که اگر میخواید قهرمان ملی رو تشخیص بدید، اگر ملیت براتون اهمیت داره، اگر نداره که خب مثل من همینجوری سرم انداختم دارم تازیانه رو بعد از سالها باز هم میخورم و ادامه خواهم داد. اما سوابق اداری شجاع الدین شفا رو شما مقایسه کنید با احمد شاملو. ایشون معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی بوده، سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی، رئیس کتابخانه ملی پهلوی، دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی، دبیر کل انجمن بین المللی ایران شناسان در این جهانی است. سمت‌های افتخاری که آدم مگه چند جا میتونه کار بکنه و چند جا میتونه بنویسه و چند جا میتونه تفحص بکنه، اما سمت‌های افتخاری که در شرکت داشته: دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه روم، دکترای افتخاری تاریخ دانشگاه مسکو، عضو وابسته آکادمی سلطنتی تاریخ اسپانیا، عضو وابسته آکادمی هامرپور گشتال اتریش، جایزه بین المللی سال 1971 فلورانس، جایزه سلطنتی بهترین کتاب سالهای 1335 و 1350. نشانهایی که بابت این افتخارات گرفته: اولیش لژیون دونور هست که کم جایزه ای نیست، به هر بی سرپایی نخواهند داد و نمیدن. پالم آکادمیک، هنر و ادب فرانسه، صلیب بزرگ شایستگی آلمان، نشان شایستگی جمهوری ایتالیا، نشان سلطنتی ویکتوریا انگلستان، نشان عالی شایستگی اتریش، نشان سلطنتی ستاره شمالی سوئد، نشان سلطنتی اورانج ناساو هلند، نشان سلطنتی لئوپولد بلژیک. عرض کنم خدمت شما نشان گرگوار کبیر واتیکان، نشانه ریو بلانکو برزیل، نشانه لیبرتادور آرژانتین، نشانه رسام الشرف مصر، نشان محمد الخامس مراکش، نشان رسام الجمهوری تونس. آثاری که این آدم تعریف و ترجمه کرده که به ادبیات ایران افتخاری داده، ادبیات نوین، 64 جلد کتاب و 120 مقاله تحقیقی است. از جمله ترجمه هایی که کرده باش آشنا هستید: کمدی الهی دانته، بهشت گمشده میلتون،
دیوار شرقی گوته، نغمه های شاعرانه لامارتین. این شاعرانه رو وقتی میخوام ترجمه بکنیم خیلی کار سختیه، یعنی باید خیلی شما آشنایی داشته باشید به اون زبان که این نغمه های شاعرانه لامارتین شاهکار ادبیات رمانتیسم قرن جدید هست. تألیفات ایشون جهان ایرانشناسی، دائره المعارف، روابط فرهنگی ایران با یکایک کشورهای جهان از آغاز تا به امروز. این اثرش که در دهه 50 در تهران به چاپ رسیده از جانب 26 آکادمی، 48 دانشگاه و 16 انستیتوی پژوهشی 40 کشور مختلف جهان مورد تقدیر قرار گرفته که از جمله اونها عرض کنم خدمتتون فرهنگستان فرانسه است، فرهنگستان ایتالیا، فرهنگستان علوم اتحاد شوروی، فرهنگستان علوم اتریش، فرهنگستان هند، دانشگاه پاریس، پرز دو فرانس، دانشگاه مسکو، دانشگاه روم، دانشگاه وین، دانشگاه ژنو، دانشگاه استکهلم، دانشگاه اسلو، دانشگاه کوپنهاگ، دانشگاه هلسینکی، دانشگاه بوداپست، دانشگاه‌های ورشو و کراکو لهستان، دانشگاه گوتینگن و مونیخ آلمان، دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا و پرینستون از کالیفرنیا و شیکاگو امریکا، دانشگاه تورنتو، دانشگاه سیدنی، دانشگاه دهلی و لاهور و داکا، دانشگاه‌های مکزیک و ریو دو ژانیرو و بوئنوس آیرس، دانشگاه قاهره، سازمان بین المللی یونسکو و انجمن بین المللی خاورشناسان جهان. خب مجموعه این اظهار نظرها شامل متن اصلی و ترجمه فارسی اوناست که در نشریه مستقلی چاپ شد در 1355. خب این آدم اصلا یک بار باید برای جایزه ادبی نوبل شاخص بشه یا نه؟ برای اینکه جزء اون گروه ها نیست، جزء اون گروه هایی نیست که دست خمینی پاپتی رو گرفتن و آوردن تا سرزمین ما رو به خاک سیاه بنشونه. میلیون ها آدم یا اعدام بشن یا کشته بشن در جنگ، یا مفقود الاثر بشن یا زیر خاک برن یا شامل قطعهای زنجیره‌ای بشن. این نحوستی است که این کار تیمی وابسته ما انجام داده. خب شما توقع نداشته باشید که به من یه لقبا بیان بگن دیوارای رای میکرده. خب اگر شما آقا خیلی مردی یا زن هستی یا اسمتو بگو تا من بهت بگم که من چی کار کردم. نه مدال شما را احتیاج دارم، نه نوناق به من میدیم و نه غیر و ذالک. و در یک جای تمیز خیلی کوچیکی دارم هفته یه دفعه اینها رو میگم و شما خیلی کوچکتر از اونهایی هستی که بتونی این پیشرفت منو از اون خط قرمز جلوش رد بشی. اما وقتی که شما درباره کار زندانی داری صحبت میکنی، یا واقعا خودت اون تو بوده باشی یا اینکه جزء خود اون پاسدارا باشی، من نمیدونم جزء کدومشون بودنشون، ولی مهم نیست، جزء هر کدوم که میخوان باشن. کار در زندانهای کشور دو نوع هست: یا شما رو بر مبنای استعدادها یا تخصصی که داری میان به زور میبرند، نمیتونی بگی نه، مثل آدمایی که پزشک هستن، دندون پزشک، پزشک غیر وزاره، که اینها رو در بیمارستانهای مختلف زندانها ازشون کار میکشن، نمیتونی بگی نه و خودت میری استفاده میکنی. دوم کارهای تخصصی است مثل برق، الکترونیک، غیر وزاره، همینجوری تا بگیر تا میاد پایین. حالا یا شما میتونی انتخاب بکنی کار رو، یا اینکه به زور بری حمالی بکنی، یعنی بهت بدن راهروها رو ته بکشی یا مستراح خالی بکنی. پاسداری
داره که برای شما نمیاد در آشپزخونه غذا بپزه، که شما خودت باید این کارو بکنی. اگر زندانی بودی نکردی، خب شما دروغ داری میگی. حداقل باید اون توالت خودتو نوبتی تمیز بکنی. این هست که حالا میشه دو گروه. از اونجایی که این مملکت مثل ایران رو شما کوچیکش بکنید، طرز مختلف و متضاد رو بیاری و در چند تا بند قرار بدید. این تضادها داخل زندان هم رفته که با هم دشمنی بکنن، روی کوله هم سوار بشن یا انتقام بگیرن. بزرگترین منابع اطلاعاتی که اطلاعات این زندانی ها رو از تو اتاقاشون به زیر هشت و زندان میده، خود همین زندانی ها هستن که ادعای مبارزه میکنن. اگر اون تو که در میرفتن پاسدار نبود که. حالا شما اگر انتخاب بکنی که آقا من این کار رو بلدم، یا نخوای انتخاب بکنی، میان سراغ اگر شاخص باشه. اگر بگی نه خب کتکه، شما که نمیتونی 15 سال 20 سال حبس بری هر شب کتک بخوری، ملاقاتیت میاد راش ندن، مجبوری که این کار رو انجام بدی. ولی تا جایی که آدم نفروختی، تا جایی که خبرچینی نکردی برای کسی، که شماها که کردید، که حالا من نمیدونم از کدوم حزب و گروه هستید، چون تو همه شماها من بودم. دو بخش هست. در بخشی که جزو گروه ها و گروهک ها هستن که اینها رو جدا کرده بودند، یا سر موضع است یا نیست. اگر سر موضع هست که در بندهای جداگانه اینها رو نگه میدارن، دیگران باید حمالی پخت و پز غذای اینا هم بدن، اشکالی هم خب نداره. سر موضع است، نمیخواد برگرده. فکر میکنه که مثلا دستورات نشوره یا میوهی که داره برای تمام زندانیان میاد که پولش هم باید بدن بخرن، این رو سفارش بده بعد نگیره که یه ضرری بزنه، فکر میکنه این مبارزه است. نه، شماها دست اینها رو گرفتید و بردید. آقا اینو گروهکی ها، حالا از هر طیفی که میخواید باشید، اما تا جایی که آدم باشید. من توی شماها بودم که براتون تعریف خواهم کرد. من بین مجاهدین سر موضع که در واحد 1 قزل‌حصار بند 4 بود، اونجا به صورت تنبیهی من رفتم. خب شما در هر اتاقی که هست نماز جماعت بخونن. من که مذهبی نیستم که، ولی این پدر مادری که میاد یه دونه شورت میاره، یه دونه مسواک میاره، یه دونه حوله ور میداره میاره، این رو جزء اموال عمومی میذاشتید. هر کسی که میخواست بره دستشویی از همون رو باید یکی رو ور میداشت. یعنی در هفته 1 نفر مسئول شستشوی لباس بود که اصلا اونجا اون رئیس تشکیلات بهشون میگفت آقا شورت دیگران رو شما نباید بپوشی، هر جای دنیا هر مرامی که داری که نمیتونی، این بیماری میاره. ولی دستور تشکیلاتی بود که میشستن روی هم میذاشتن، هر کی میاد اون رو بر میداشت. یا این مسواکی باید پر بره، شما نمیتونی دراری به ترتیب بذاری شماره 1 و 2 3، هر که در میره بیرون به ترتیب نمره برداره بره. اینا توسیست. توی اتحاد جماهیر هم کمونیست که اینجوری زندگی نمیکرد مثل ایوون. که اینها بگیم سواد ندارید، تویش خانواده‌ای نبودید، نگشتید، دستور سازمانیه، ولی شعور که دارید. که خب بین شماها اگر یه بچه 13 ساله 14 ساله روزنامه فروخته اومدن بهش دادن 18 سال که بسیارانی بودند و شما روش کار کردید که آقا این یه حاجیه میاد پشت تو بکن، نمیدونم فلان بکن، تمکین نکن و غیر و ذالک، چون هر جای شما باشی مقرراتی داره. نمیتونی هوار بزنی بعد از ساعت 11 شب میان میزی با تخت شلاق لهت میکنن. نمیتونی قمار بکنی اون تو، نمیتونی درس عقیدتی و فکری بدی.
شما این کارو میکردین. این بچه بعد از 1-2 سال که اومد فکر کرد قهرمان شده، بعد یه جایی میشه فکر میکرد، میدید که از تحصیلش هم گذشته، هم کلاساش همه دارن میرن دیپلمشون هم بگیرن، این بچه مونده. برای پدر مادرش هم دلش تنگ شده، بچه هست، دلش میوه میخواد. شما میوه رو رئیس اتاق میگفتش که این اتاق نمیخواد. چرا نمیخواد؟ این آدم احتیاج به ویتامین داره، باید پولشو بده بخره. پرتقالی که میان به هر اتاق مثلا 2 کیلو میرسه، این باید در ماه اقلا یه دونه این رو بخوره. شما نمیتونه از نظر سازمانیش بگی نخور این چون مال جمهوری اسلامی. میوه که مال جمهوری اسلامی نیست که. یه خود شعورتون رو به کار بندازین، حالا ببینین تا میرسین به اون رهبرتون. این بچه میبرید یه جایی که حاجیه با اون تخت شلاق میومد تو و فلان و اینها، بر مبنای چی می اومد تو؟ بر مبنای گزارشی که شماها کرده بودید می اومد تو. شلاق بعد برای چی می اومد؟ این بچه میره جلو و بغضش میترکه. محمد اصفهانی، بذارم یه جایی ثبت بشه این بچه، من نمیدونم کجاست. رفت گفت حاج آقا من خسته شدم، من که کاری نکردم، یه روزنامه فروختم، عقلم هم نمیرسید. خب حالا رئیس زندان باید دست نوازش به سر این بکشه یا یه امتیازاتی بهش بده، یعنی ملاقاتشو مثلا 10 دقیقه بیشتر بکنه در ماه، یا آوانسایی بهش بده، اجازه بده که تلفنی صحبت بکنه، یا یه جایی ببرش که بتونه پاشو درازتر بکنه، آب گرمی هم داشته باشه، تلویزیونی هم داشته باشه. وقتی این کارو میکرد، شما برای اینکه این طرف اون حاجیه نرید میومدید 3 کیلو گزارش میدادید به زیر 8 از طریق عوامل توابتون که مادر خودش رو اعدام کرده بود برای اینکه ثابت بکنه که من توابم. مگه نکردید؟ مگر مادر خواهرای خودتون رو اعدام نکردید شما؟ اگر هدف وسیله رو توجیه میکنه، چرا رهبرتون شوهر به اون گلیش رو ول میکنه و طلاق میگیره میاد زن رئیس سازمانتون میشه؟ اصلا این کار کثیفه. به نظر هر جایی تو شهر لخت بده این کارو نمیکنن. و شما کردید. وقتی که گزارش میدید، این حاجی دوباره فردا شب برمیگرده میگه پدر سوخته تو به من دروغ گفتی، میبندش به تخت شلاق و 80-70 تا ضربه میزنه. این بچه دوباره خشمگین میشه و میاد تو دامن شماها و شما آیندهش رو خراب کردید. یعنی یه کاری نکردید برای اینکه مبارزه نیست که مردش رو جرافتون رو ببرن از دم که ادعا میکنید که ما نمیدونم فلان. اما اونجایی که بعد از 1-2 سال که گذشت و زندان ها جا افتاد، حالا برای کسب اطلاعات و رد و بدل کردن اطلاعات که کی تو زندانه کیا نیستن، اسامی رو بیرون بدید یا از بیرون خبرها رو بگیرید، مجبور بودید که کار کارگاهی بکنید. یعنی قسمت اول رو انتخاب بکنید. انتخاب کسی بقار بود گفت آقا حاج آقا من کار برقی بلدم، میبردش تو کارگاه برق، ولی اونجا پرسه میزد. هر جا خبری بود از بیرون، نامه چیزی به اون مسئول ملاقاتی که بیرون داده بودین یا خریده بودینش یا خودتون بود، رد و بدل میکردی که بگن که مثلا حسن و حسین و تقی و فلان و فلان همون تو زندان هست. خب ما هم به عنوان یک نیروی راست این حق رو داشتیم که دوره هم بشینیم که بابا این تمام زندان رو اینها مصادره کردن. من هم باید میرفتم بیرون و عین همین کار، همین اطلاعات رو میگرفتم میوردم و چجوری من شعرامو بیاوردم بیرون از زندان، حالا اینکه به درد جامعه چیزی نمیخورد. ولی یه اخباری که داره الان چی میشه داره میاد، کی امروز اومده چند نفر اعدام کردن، اینا پاسدارا ها میسن صحبت میکردن و این اطلاعات ما میادیم پخش میکردیم. اگر من نیومدم بیرون کسی دیگه بده. شما وارد نیستی که چه جای امنیتی بدی است. بر مبنای استعدادی که من داشتم جا نمیدادم که یک کارگاه رنگرزی بود
که آقای مهدی شرفی برادر اصغر شرفی فوتبالیست اونجا دیوارها رو رنگ میکرد، یعنی با این چی بهش میگن، این رولرها هست، این از این طعم میزد میرفت تا بیاد، این هزارها صدها متر چیز بود دور به جا اول میرسید که کثیف میشد، کسی هم راه نمیداد. به من گفت بیا بیرون که ازت گزارش نکنم. گفتم آقا این من کار، گفت بیا بیرون و ما کمک آقای مهدی شرفی میکردم. من به این صورت من اومدم از اونجا بیرون بعد از 3 سال، تا جایی که اون کارگاهی که مربوط به رنگ و غیر و ذالک بود بعد از اینکه شرفی آزاد شد به دست من دادم و اطلاعات بسیاری. ولی اونجوری که آدم سرکشی بودم خب گرفتارم میکرد. من جوان بودم، 30 سالم بود، تا در یکی از این روزهایی که من صبح میرفتم و یکی از کارهایی که میکردم از بیرون سیگار و از این چیزا از توی بچهای تو آشپزخونه نمیدونم غیر و ذالک جمع میکردم. این پیرمردایی که سیگاری بودن یواشکی توی جورابم قایم میکردم میوردم میزدم بهشون، تا یه جایی که یک موتورخونه‌ای که تمام حمام‌های زندان رو آب گرم میداد هفته یه روز، یک موتورخونه بسیار کثیف بود که تانکرهای فوق‌العاده بزرگ دوده گرفته‌ای بود که یک نفر اونجا کار میکرد که یک چشم هم نداشت، آدم فنی بود، اسمش هم نمیگم، حالا اسم محمد شما بشناسینش، آدم فنی بود که یک روز اومد گفت امروز نهار بیا من مهمون من. خب ما غذای ما از آشپزخونه می اومد دیگه مثل بندها. من گفتم مگه شما غذا میپزی؟ گفت آره بعضی موقع نمیشه غذایی نخورد. منو برد تو این موتورخونه که هیچ پاسداری پا نمیذاشت، اینقدر کثیف بود. اون ته اون تانکرها 2 تا لنگ آویزون کرده بود و یک موکتی بود خیلی جای کثیفی بود. نشستم بعد دیدم یه چند تا دیگ گذاشته اونجا و لابراتوار درست کرده و این آدم شروع کرده بود عرق کشیدن، عرق کشمش. چند تا جوجه گذاشته بود. گفتم خب اینا رو از کجا آوردی؟ گفت این کفترهای حاج آقاست که هوا میکنه، کفترواز بود رئیس زندان، این کفتره رو کشته بود، جوجه کباب کرده بود، عرق هم درست کرده بود. ما اولین بار بعد از سالها نشستیم اون تو عرق خوردن. چند ماه کار من این بود. خب خوشم هم اومده بود. بعد از مدتی که توی بند رفتم دوستان من، حالا اون کسی که از این دنیا رفته، تیمسار بهمن باقری فرمانده نیرو هوایی، گفتش که فلانی دهنت بو میده اونجا چیزی تا گفتم که والا داستان اینه چون بهش اطمینان داشتم. گفت میشه یه خودم برای ما بیاری؟ گفتم چجوری تو چی من بردارم بیام؟ یعنی آرزوی آدم بود که مشروب بخوره. در حال تو این ظرفایی که قرص و دوا اینا میریزن همینجوری ما یه 2-3 ماهی هم این رو تغذیه میکردیم، اینم شریک میشد تو چایی بقیه میریخت و بعد شروع میکردن خندیدن تا یک روز یکی از اینها مسمومیت الکلی پیدا کرد. بردنش بهداری، آقا این بر بگیر مسمومیت الکلی، دکترم گفته. میگشتن دنبال الکل، تمام بهداری رو گشتن، آمار گرفتن، دیدن همه چی سر جاشه و اینا حیرون بودن که از کجا این الکل اومده. در نتیجه همه ما رو گرفتن. با اینکه این همه من کار میکردم اونجا و احتیاج داشتن به کار من، ما رو گرفتن و شروع کردن به کتک زدن. شبی اولی که اومدن من رو از تختم کشیدن پایین، چشمامو بستن و با اون تعدادی که بودیم یک لاستیک توی دور بدن من انداختن، لاستیک ماشین، و شروع کردن چرخوندن و از 5-6 نفر از هر طرف با لگد و مش میزد که ما اعتراف کنیم که این الکل از کجا اومده. و منم که اعتراف نمی کردم که
یکی از این کسانی که با پوتینش به هر حال لگد میزد، چنان لگدی به دست راست من زد که دست راست من برگشت به طرف بیرون و شکست کاملا. خیلی درد استخونی بدی است و دیر هم خوب میشه. به هر حال بعد از کتک مفصل ما رو در یک جایی داشتن که مثل پزشک قانونی در رو باز میکنن، تابوت ها توشه، جنازه ها توشه، منتها این سرش باز بود در اینکه اکسیژن بیاد. بهش میگفتن قبر. ما رو کردن اون تو. 24 ساعت تمام بدن شما بی‌حس میشه، لمس میشه، خواب میره، فرصت قلط زدن هم نداری. درست یه تابوتی که فقط سر شما بیرونه. بعد 24 ساعت که شما رو میارن بیرون، مثل یک گوشت، مثل یک ترمی که تمام بدنش بی استخونه، درجا آب میشه میای زمین و همونجوری ما رو بی‌حس بردن در یک منطقه‌ای که در قسمت کارگاه ها بود. یک استبلی داشتن که گاو و اسب و از این داستان ها اونجا نگهداری میکردن، که یه استبلی بود که اینها خب گاو ها و اسب ها اینا زیر خودشون ادرار میکردن. ما رو زیر دست پای اون اسب ها انداختن، در رو بستن. حالا بوی تعفنی که اونجا اومد روی زمینی که پر از تاپاله بود. یک هفته ما در گاودونی بودیم، بهش میگفتن گاودونی. و بعد از یک هفته من رو از اونجا خواستن تحویل یک حاکم شهر آوردن که ما رو راجع به این کار محکوم بکنه، در صورتی که ما اعتراف نکرده بودیم که الکل خوردیم، از کجا آوردیم، غیر و ذالک، ولی لو رفته بود داستان. و یک آخوند عمامه سفیدی اومد و نشست و به هر حال گفت آقا خوردی یا نخوردی؟ اگر خوردی 35 ضربه شلاق بهت میزنیم، چیزی هم نیست. اگر نخوردی ما که میدونیم خوردی، تو به هر حال باید. گفتم نخوردم. بعدم ضمن این که می در اسلام حروم نیست، اگر باشه همچین چیزی با بیرون بودم میخوردم، اینجا که می نیست که زیر بار نمیرفتم. به هر حال 75 ضربه شلاق اونجا ما خوردیم و منو تبعید کردن به بند مجاهدین سر موزه. توی اون بند بود که برای خودم یه زندگی خاص خودم رو داشتم و اونجا چون تشکیلات داشتم، هر اتاقی تشکیلات داشت، خود بند خودش تشکیلات داشت، میخواستن با هم صحبت بکنن. خب ما جزو این گروه دار دسته نبودیم، به خصوص وقتی که میدونستن که نظامی هستیم که اصلا بدتر، مثل اون رئیسشون که گفته بود که این باید همه رو عدم تیغ گذرون. اینا هم یه همچی طرز صفحه اصلا خوششون نمیومدن نظامیگری. منتها من چون خلبان بودم، این بچه‌هایی که سن و سال کمتری داشتن علاقه داشتن راجع به هواپیما بدونن، گهگداری میومدن یه سوالی میکردن. من 6 ماه اون تو بودم. بسیار سخت بود. یک حیات خاکی با این دمپایی میرفتیم تو این آفتاب، میشستیم تا شب بشه، نه ساعتی بود نه وقتی بود نه غیر و ذالک. حتی برای بندهای دیگه چایی هم که توی دیگ می آوردن، این دیگایی که پلو میذارن، تا از آشپزخونه برسه بزن اصلا میشد آب یخ. به اون حالت تا اینکه یک روز منو صدا زدن که گفتن که شما رو میخوان زیر 8. ما رفتیم اونجا و گفتن که شما وسایلتو جمع بکن، باید دادستانی ارتش تو رو خواسته. من یک مرتبه شوکه شدم. خب من که دادگاهی شدم، همه چیز تمومه، همینجوری با خودم هزار جور فکر میکردم، چون اطلاعات زیادتری که نمیدادن که گفتن که شما باید بری دادگاه ارتش. فکر کردم حتما کسی دیگه اومده اعترافی کرده، هزار جور. حالا تا برسم اونجا یه روز خودش طول کشیده بود که با یک
به اتفاق چند نفر دیگه هم که مثل من بودن. البته خوب بود که از اون بند من اومدم بیرون و ما رو سوار مینیبوس کردن و از کرج به تهران آوردن و به دادستانی ارتش بردن. اونجا گفتن که شما باید تصفیه حساب بکنیم با نیرو هوایی. خب خیلی دلم قرص شد. من چیزی تحویلم نبود که تحویل بدم، منتها باید یه امضاهایی از بعضی جاها میگرفتیم. نه ماشینی در اختیارم بوده، نه وسایل سازمانی بود، همین لباسای پروازم بود که باید تحویلشو میدادم و نداشتم. اینا رو فکر میکردم همینجوری که بهم میدن هر کی خوشش میومد یه دونه به این میدادم یه دونه به اون میدادم غیر و ذالک. چون اون مدتی هم که فوتبال با بازی میکردیم، بچهای تیم شهربانی بود، خب مهدی مناجاتی، اینایی که معروف هستن خب بازی میکردن، یا رئیس تیم استاد رنجبر بود. خب مگه میشه یه دونه اینه برای من گیری؟ من میرفتم مال خودم میگرفتم مثلا میدادم. فکر نمیکنم همینه رو باید تحویل بدیم. به هر حال بگذاریم. ما رو بردن در مرکز آموزش های نیرو هوایی، یک زندانی توی ضلع غربیش داره، زندان کوچولویه، زندان تنبیهیه. زمان کردن تو اون زندان. خب دیگه به نظر من دیگه زندان نمی اومد اونجا، یه جای ترتمیزی بود، هر کسی یه تختی داشت. ما بعد از سالها یه تخت به خودمون دیده بودیم، ملافه‌ای داشت و 2 تا افسرم اونجا که کشیک میدادن، افسر نگهبان بودن، پینگ پونگ بازی میکردن با زیرپیرنی، به خصوص شبا و اینها کسی اصلا نمی اومد. چند تا سرباز بودن که فراری بودن و غیر و ذالک، درجه‌دار و غیر و چیز. و اونجا من بودم و اون افسر نگهبان من صدا کرد که فهمید که داستان من چی هست. گفت چه چیزی من کاری میتونم انجام بدم؟ گفتم به خانواده‌ام یه زنگ بزن. زنگ زدم که از اونا خواستم که چند تا کتاب برای من بیاره. خیلی هم خوب بود، کتابا رو آورده بود و من سرمو گرم میکردم. ولی در روز یک دژوان میومد از ستاد نیرو هوایی و من رو سواری جیپی میکرد و میبرد مهرآباد، برای اینکه در قسمت‌های مختلف که لیست زیادی داشت من اونجا تصفیه حساب بکنم. حالا این تصفیه حساب چی بود؟ اگر خاطرتون باشه گفتم که یک سفری من به آلمان، به برلین کردم. قرار بود 10 شب بمونم ولی 3 شب که موندم یک نفر جایگزین من کردن. من بقیه اون پول رو دادم به اون نفر بعدی. ازش روی کاغذی امضا گرفتم و یه امضایی دادم. حالا اون کاغذی دیگه اصلا نمی‌دونم کجاست، ولی اینها تو پرونده من نگاه کرده بودن، دیده بودم که مثلا $150,000 من رسید دادم، ولی $150,000 اون قبضه دیگه من نداشتم که فکر می‌کردم که من این پول رو دارم و به این دلیل فوری منو خواسته بودن. من گفتم خب من این پول به یه آقایی به این اسم سروانی بود به اسم امینی که جایگزین من شده بود به اون دادم و اینها فوری زنگ زدن. این آدمو پیدا کرده بودن که دیگه سرهنگ شده بود، در شیراز بود که هر جا هست. در حال درود به شرفش. گفت بله ایشون به من داده و من رسیدش هنوز دارم و خوشبختانه ما راحت شدیم از این داستان. اصلا قلبم گرفته بود که حالا اگه این بگه نه من باید چی کار بکنم، روی کاغذ که رسید نمیگیرن که. برای از این کارهای خرونه زیاد میکرد. ولی به خیر گذشت. ولی باید ما روال تصفیه حساب رو انجام میدادیم که صبحها منو به مهرآباد میبرد و خب اونجایی که من محل خدمتم بود، گردان خودم، گردانهای دیگه که همه بچه آشنا بودن، تانکر 707 747 330 گردانهای شکاری. حالا من هم برای اینکه به هر حال بچه ها رو ببینم با این مأمور با هم بود، ولی اونجا تا میدیدن که من با مأمور اومدم فوری به مأموره میرسیدن، براش صبحونه میآوردن، یه خود سرش گرم میکردن که من بیشتر بمونم. خلاصه ما تا عصری طولش میدادیم و این برای من یک چیزی بود، مفری بود برای اینکه انرژی بگیرم. و این مأموری که با من بود بسیار پسر خوبی بود، منتها خیلی هم فقیر بود و به هر حال این ور اونور بچه‌ها بهش کمک کردن. فقط اون لباس‌های من که باید
تحویل میدادم و دیگه نداشتم، چه در زمان شکاری چه در زمان تراوری یا ترانسپورت. یه دست بیشتر نمونده بود برای من که ستاد نیرو هوایی گفته بود که $70,000 پول اینا میشه باید بدی. $70,000 به دلار هم میخواستن. کارد سنگری، نمیدونم پوتین های آنچنانی، لباس فشار که دیگه من نداشتم، هلمت و اینها. رفتم تو اون گردان گفتم آقا داستان این دوستای من بودن، حالا دیگه فرمانده شده بودن، گفتم اینا رو من میخوان، من ندارم. که بچه ها رو صدا زد گفت هر کی هر چی داره بریزه وسط. یکی کتشو در می آورد، یکی پوتینشو در می آورد. خیلی برام مهم بود که اینها یادشون نرفته. و حتی یه دونم اضافه اومد که من دادم، یه کاپشن بسیار خوبی بود اضافه اومد که من دادم به اون مأموری که ما رو می آورد. اما در این ضمن دستم هنوز خوب نشده بود. من تو گچ بودم بعد از اینکه اون ضربه رو به من زده بودن، لاستیک کرده بودن، 9 ماه ازش گذشته بود و این دست من جوش نمیخورد تا اینکه دادستان ارتش اومده بود اونجا رو بازدید بکنه. ببخشید یه کسی دیگه ای به اسم سرهنگ اردستانی که این 5 سالم من عقب‌تر بود، حالا شده بود سرهنگ، ولی ایناست که تو فیسبوک شما میبینید قهرمان اردستانی، قهرمان بابایی و فلان، اینا حالا شده بودن فرمانده که اومده بود اونجا رو بازدید بکنه. من دیگه بغل کرد، ماچ کرد و گفت درست میشه و اینها. خب من که میدونم که درست نمیشه، چه کاری از دست من برمیاد؟ گفتم حالا من دستم شکسته، اگر در اسلام اشکالی نداره زندانی معالجه بکنید. همین بیمارستانی که بغل این مرکز آموزشی است که من محل خدمتم بوده اینجا، دست منو معالجه بکنن. که این رفته بود به رئیس شهری گفته بود و قبول کردن که منو بخوابونن در بیمارستان و به هر حال دست منو ببینن که چی شده که جوش نمیخوره. چون این گچ این ماها مونده بود و من به خارش افتاده بود. اون پوست بدن من با یک میله چوب رختی من میکردم برای اینکه خارش رو بخوابونم، پوست دست من هم میومد بیرون باش با این سیم چوب رختی. خیلی وضع اسفناکی بود، لاغر شده بود و به استخون تقریبا رسیده بود. موافقت کردم من در بیمارستان نیرو هوایی بخوابم در بخش ارتوپدی. بخش هایی که در اون چیز بود به دلیل جنگ یک قسمتش رو میله کشیده بودن مثل زندان و بخش اسرای عراقی بود که اینها میگرفتن میوردن در اون قسمت زندان بود دیگه و میله بود، درش رو قفل میکردن، یه نگهبانم میشست با صندلی، حالا 4 تا 5 تا اتاق بود. من رو کردم تو اونها. اونجا برام خیلی متاثر کننده بود چون تو کشور خودم در سازمانی که خدمت کردم تو مملکت خودم اسیر بودم، تو سازمان خودم، اونم جزء اسرای عراقی که تولدم من بود. نوشته بودم که روز تولد است و به زندان دشمنم، در بند دشمن و در خاک میهنم، آهسته می رود این جانم از تنم، هدیه است بهر تو این جان که میکنم، تا عشق پاک وطن در دل و سر است، هر روز من تولد و میلاد دیگر است و غیر و ذالک. و عرض کردم که در زندان هم دوره هایی می اومدن میذاشتن مثل این مخمل باف و چند تا دیگه کارهای طراحی، خطاطی، نقاشی، مجسمه سازی که من تو همه اینا شرکت میکردم و خیلی هم خوب بود، خیلی خوب پیشرفت کرده بودم. این خطاطی رو خیلی من دوست داشتم و تا خیلی خوشنویسی رسیده بودم. یه ابیات شعری رو من برمی داشتم با قلم درشت اینا رو چیز میکردم به صورت کارت پستال که یه دونه اونا رو من زده بودم بالای تختم، چون یه عکس خمینی رو اونجا زده بودن، یک برچسب ایتالیایی خیلی براقی بود که به دیوار زده بودن، این کنده نمیشد. من با ناخون خورد این رو همینجوری کتاب میخونم با دست چپم این رو تا نصفه کنده بودم بالای سرم که یه موقع بازدیدم که میشد این شعره رو من میچسبوندم اونجا. ولی پرسنل بیمارستان
چون من این حالت رو داشتم فکر میکردم که خب من کار بدی کردم. یکی از کارهایی که من در اول برنامه خدمتتون عرض کردم تحقیر این آدم و از چشم انداختنش و به هر حال تبدیلش کردن به یک چیزی که مورد تنفر جامعه باشه، ممکنه خودش هم خبر نداشته باشه. همین موردم من در مورد بسیاران زیاد من دیدم، از جمله استاد سعیدی سیرجانی من دیدم که خیلی به اتهامات وحشتناکی زده بودن که خب شایسته مقام ایشون نبود و خودشون رو خراب کردن، ولی اینا سعی میکنم اون زندانی رو که میخواد محبوب بشه اون محبوبیت رو بگیرن ازش، به خصوص در جای عمومی که میره یا بترسن باش صحبت بکنن یا غیره، یک جوری به هر حال از اون شخصیتی که داره اون شخصیتش رو در جامعه خورد بکنن. این است که اون نامه‌ای که داده بودن به بیمارستان که یه همچین زندانی داره میاد میخوابه، جرم منو ننوشته بودن، یک چیز دیگه نوشته بودن که براتون من تعریف خواهم کرد. اینه که اگر یک قطعه موسیقی کوتاه بذارید من هم یه تنفسی بکنم تا برگردیم ببینیم که چی به سرمون اومد. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه کفش فرار ور کشید، آستین همت و بالا زد و رفت، حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. گذشته ها رو پاره کرد، نامه فردا ها رو تازه دارم، هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی غبار زد و رفت، دنبال کلید خوشبختی میگشت، قفلیم به روی قفلا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا
به رسم دنیا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. پاشنه کفش فرار رو ور کشید. آستین همت و بالا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود. به سرش هوای هوا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد. نامه فردا رو تازه دارم. زنده ها خیلی براش کهنه بودن. خودشو تو مرده ها جا زد و رفت. دنبال کلید خوشبختی میگشت. قفلیم به روی قفلا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت. به رسم دنیا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت. پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود. به سرش هوای هوا زد و رفت. زنده ها خیلی براش کهنه بودن. خودشو تو مرده ها جا زد و رفت. بله، ادامه برنامه رو پیگیری میکنیم. همونطور که عرض کردم شب آهنگ هستم. از طریق امواج
رادیو مادر و احتمالا ساعت 11 به وقت واشنگتن هست، 20 فکر میکنم که 13 اگست 2013. دیگه فکرم هم کار نمیکنه وقتی میرم تو اون دنیا و عالم. اما به هر حال گفتم در بیمارستان نیرو هوایی بودم، در بخش اسرای عراقی که خیلی دردناک بود این مسئله و تصفیه حساب کرده بودم و داشتم دستم معالجه میشد، ولی نظر به پرسنل بیمارستان نظر خوبی نبود، چون کسی اصلا نمی اومد اون طرف، یا کسانی که میمدن اتاق رو تمیز میکردن با یه حالت چندشاوری به آدم نگاه میکردن. تا اینکه عرض کردم خطاطی که میکردم یک چیزی رو من خطاطی کرده بودم، یه شعری رو بالای سرم بود که نمیدانم غم دل با که باید گفت و درمان است که باید خواست، که اینجا هم زبانی نیست و حتی در سری اندیشه ای از مهربانی نیست. کجایی ای دو چشمت چلچراغ روشن شبهای امیدم، که اینجا ابر تنهایی تمام آسمان خانه ام را سخت پوشنده است و من چون روزهای ساکت پایی دلتنگم. بله با خط خوشی بود و شکسته نستعلیق اون بالای سرم من زده بودم و تا اینکه اون یک روزی یک هدنرس بیمارستان اومد بازدید بکنه، همون حالت اخم و تخم و حالت ترشگویی داشته. منم محلشون نمیذاشتم، کتاب میخوندم، دراز کشی بودم رو تختم و یک دست من هم خب جراحی شده بود و آویزون کرده بودم که درد کمتری رو من حس بکنم. این خانم وایستاد و این شعر رو خوند و احتمالاً یاد مشکلات خودش افتاد. دیدم که شروع کرد گریه کردن. و شما اینو نوشتی خطاطی کردی؟ گفتم که بله، ولی دستم الان دیگه کار نمیکنه و فلان اینها و دیگه سوالی نکرد، رفت. ولی خب مهربونتر شده بود. اما اینها وقتی که میرفتن نگهبانا 3 شیفت بودن، این 3 شیفت عوض میشد 8 ساعت 8 ساعت. یک کسی بود به اسم ایکس، نمیخوام اسمشو بگم ممکنه گرفتاری، آخه مشکل ما اینه که اسمارم نمیشه گفت، نه تو ایران زندگی میکنن. یک کسی بود اونجا به هر حال توی دفتری نشسته بود و مسئول نگهبانا بود که حوصله‌اش سر رفت، اومد و با من یک گپی زد. یه پسر کردی بود که درجه دار بود، خیلی احترامم میذاشت. بعد دیدم رفتش که 2 تا چایی آورد، چایی خیلی گرم و مطبوعی، با من نشست و شروع کرد گپ زدن. بعد گفتش که میخوای در محوطه بیمارستان ببرم قدم بزنی؟ گفتم نمیخوام برات درد سر بشه، خب من که میدونی زندانی ام، اگر کسی ببینه گزارش بکنه برات ممکنه مشکل ایجاد بشه. گفت نه 11 شب دیگه هیچ کس نیست. که منو اون در رو باز کرد، من آورد تو صحن بیمارستان که گلکاری بود و بعد از مدت ها تو یه جایی که گلکاری بود و رو اون اسفالت قدم میزدیم و یک سیگاری هم به من داد و شروع کردیم ما سیگار کشیدن. دیدم من میکنه، گفتش که میتونم یه سوال بکنم؟ خیلی وقت این سوال میخوام ازت بکنم ولی روم نمیشه. هرچی باشه مسئله ای نیست. گفت حالا ما گرفتار بودیم، ما توی یه طبقه‌ای بودیم که نه حقوق درست حسابی داشتیم نه هیچی. شما چرا این کار کردی؟ گفتم خب برای وطنم این کار کردم دیگه، که مردم آزاد بتونن زندگی بکنم، مگه ما این لباس برای این نپوشیده بودیم؟ بعد گفت آخه تو این نامه یه چیز دیگه نوشتن که شما رو تحویل اینجا دادن. گفتم چی نوشتن؟ گفتن که شما رو به جرم حمل و نقل 3 کیلو هروئین گرفتن. ای داد بیداد. گفتم که میشه این نامه رو یه کپیشو؟ گفت ندادن به تمام بخش ها اینا. من سوال من راجع، گفتم پس برگردیم توی اتاق. خیلی ناراحت شدم.
رفتیم تو اتاق. اون حکم رئیس شهری با من بود که اصلی بود، امضای خودش بود، که کودتا و براندازی جمهوری اسلامی. اینو گذاشتم جلوش. حتی اون برگه های تصویه حسابم اون بالا نوشته بود اخراج از ارتش برای کودتا و محکوم به 15 سال. اینها اینی که من نشونه این دادم، این شروع کرد فحش دادن به دولت و شروع کرد گریه کردن. آدم وطن پرستی بود. گفت عجب آدم های بی‌ناموسی هستن اینها. گفتم چرا آخه اینو؟ گفتم برای اینکه تو به من لطف نکنی، یا بخوای من فراری بدی یا احساساتی بشی غیر و ذالک. بعد تازه من فهمیدم چرا اون پرستاران نرسا، اونایی که تمیز میکردن یه جوری دیگه به من نگاه میکردن و چرا منو تو بخش اسرای عراقی برده بودن که اصلا خود این مثل اینکه یه خائنه، چون اونا دشمنای مملکت من بودن. من ایران، افسر ایرانی هم جزو اونا زندانی بودم، نمیتونستن بگن اگر میگفتم که این آدم مثلا کودتا چیه که اصلا خب اونجا نمیتونستن اداره بکنن. و اینو خوند گریه کرد، گفت بعد من برمیگردم. رفت و دوباره با یک چیز اومد، یک 2 تا فنجون چایی تازه اومد و خیلی خوشحال بود. حالا من چه کار کرده بود. با اینکه دیگه داشت ساعت به نصف شب میرسید، یه دفعه من یه تحولی دیدم. بعد از مثلا 3 روز یه آقای دکتری با یه خانم نرسی اومد تو، به من گفت بخواب، حالا نصف شب که کسی رو معاینه نمی‌کنم. اونم که دکتر من نبود، دکتر کشید بود. دست رو معده من گذاشت، حفظ ظاهر رو میکرد. حالا من دستم آویزون بود، دست مچم عمل شده بود. به اون نرسه گفتش که تاگامت هاشو قطع بکن، براش جوجه کباب و کباب بذار. این کاری که از دستش برمیاد غذای منو عوض کرد، کاری که بلد بود میتونست. اون رفت. حالا اینایی که دارم میگم نصف شبه، مثل بمب ترکی تو بیمارستان که یه کسی است که کودتا کرده و اینجوری تو بخش اسرای عراقی نگرش داشتن و خشم اینها چیز شده بود. یه آقای دکتر دیگه با 2 تا فلاسک اومد، گفت اینا پر چایی کردم، یکی چاییه یکی آبی که هر موقع دوست داشتی و شما باعث افتخار مملکت اینا، از این حرفا. بعدم فوری رفت. که حالا من به اینا دست نزدم. یکی دیگه اومد یه تلویزیون کوچولو برام آورد. یعنی سعی میکنه هر کی در حد خودش یک لطفی بکنه. اون آدمی که ملافه رو سال تا سال عوض نمیکرد دیگه، یعنی یه صدی به یه صد میگفت ملافه نمیکنه، نه مثلا دنیا شد بهشت. همه دارن خدمت میکنن به ما. از بخش های دیگه دندون پزشکی حتی نمیدونم غیر و ذالک، منو خواستن دندونامو نگاه کردن. اون یکی مال معده بود، معده رو نگاه میکرد. بعد برای من نوشتن که تا اطلاع ثانوی فیزیوتراپی بشه. با این بهانه میتونستن منو نگه دارن که بر نگردم زندان. من 3 ماه اینجوری اونجا بودم، یعنی به همت اینها و با یک حالتی که به وجود اومده بود و همه شروع کردن احترام گذاشتن و غیر و ذالک. و تا اینکه یه دفعه یادم افتاد که یه چایی من بخورم. اون در اون فلاسکه رو وا کردم، دیدم که چایی نمیده. دیدم این بیچاره اینو پر ویسکی کرده آورده برای من. اون دکتری که هرگز من دیگه ندیدمش، نیومد سراغم، 2 تا فلاسک ویسکی پر کرده بود و آورده بود. اون کاری که میتونست ارزش معنویش رو من میخوام بگم خدمتون، که مردم احترام میذارن به آدمای حقیقی و حقوقیشون. تا اینکه این مطلبی که میخوام براتون بگم حتما توجه بکنید، چون امروز رو گذاشتم بر مبنای که قهرمانای تقلبی رو جا نزنن براتون. برای همین من از زنده یاد شجاعالدین شفا صحبت کردم، تمام داستانش رو خوندم. هفته پیش بود به گمانم که در فیسبوک یه عکسی گذاشتن که تیمسار فریدون علی مازندرانی، قهرمان شکارچی میکای عراقی و غیر و ذالک، که من هم زیرش نوشته بودم که نه آقا این نه تنها قهرمان چیز نیست، این کسی بود که لباس دستمالا رو پایین میگرفت، به لباس آقا میمالون مینداخت پایین برای تبرک کردن. اصلا تو اصفهان نبود، درست F14 میپرید، ولی به دلیل فامیل بودنش با کروبی
که در اون موقع رئیس بنیاد شهید بود، این جز خانواده خمینی بود، اینا هم با هم فامیلن و توی خونه خمینی خیلی راحت میرفت و میومد. در این چندین مراسم که ممکنه شما دیده باشید یه خلبانی اون بالا با لباس پرواز وایساده بود، این دستماله که مینداختن میمالید به تن آقا، مینداخت جمعیت دوباره. این اون فریدون علی مازندرانی که الان دارن چیکارش میکنن به عنوان قهرمان ملی و شکارچی چیز، اصلا پرواز نکرده، همش تو ستاد میشست. تهران که F-14 نداره، این تو چیز بود. حالا ربطش با این داستان من، یه 8 شب بود من داشتم باز کتاب میخوندم، دراز کشیده بودم که یه مرتبه دیدم 3-4 تا نورافکن اومد تو چراغ و غیر اوزاله که عده با فیلم بردار اومدن و 7-8 پاسدار اومدن و بقیهش هم همه آخوند و اون فرمانده وقت نیرو هوایی هم اسم لعنتیش یادم نیست، چیزش هم رو شلوارش بود پیرنش، یه یقه چرک. حالا نوشتم اینها رو برای اطلاع عمومی. این تا اومد دیدین عکس آقایی که خمینی که من تا نصف کنده بودم، دید کارش نمیکنه، دستشو گذاشت روی این چیزه، اینا اومدن تو و همه منو 3 تا ماچ کردن به طریق حزب اللهی ها. این 3 تا ماچ میکنن این آخونده و تبریک میگفتن و فلان. اینو منم هاج و واج موندم که چی شده، یه مرتبه دنیا برگشته. بعد اون یکی گفت حاج آقا شما بفرمایید، اون یکی گفت حاج آقا، یک کسی بود به اسم حاج آقا محمدی، عمامه سیاهی هم داشت، نماینده رهبر در نیرو هوایی بود. این اومد و گفت آقا خوشحالیم که آزاد شدی. گفتم جان من کی؟ گفت مگه شما اسیر کماله نبودی؟ گفتم نه من تو قزل حصارم و کودتا چیم. یه مرتبه شروع کرد فحش دادن، فحشای ناموسی داد و این بر اون بر، آقا ما رو برای چی فرستادید اینجا؟ و اشتباهی اومده بودن، رفته بودن دم اون دیسپچی، پرسیده بودن که این خلبانه که اسیره کدوم اتاقه، اینا مثلا گفته بودن اتاق فلان، اینا اشتباهی اومده بودن، در صورتی یکی دیگه بود اون بر بود. حالا من تو بخش اسرا بودم، اون جای دیگه بود که یه خلبان فانتومی بود که ستوندو هم بود، 3 ماه بود ازدواج کرده بود، جوان بود. این روی کردستان عکس برداری میکرد، هواپیماش هم مسلح نبود ولی زده بودنش، این افتاده بود، ایجک کرده بود و افتاده بود بیرون و وقتی که میخوره تو اون کوها یه جایی، یه چیزی حدود 36 جای بدن این آدم شکسته بود و ناقص شده بود، 36 جای بدنش. و این رو نه دولت ایران میتونست بره اونا بگیره، نه اونا میوردن کموله میتونست پس بده. این وسط یه جایی تو کوه همونجوری قلمبه مونده بود و اگر اینا گفته بودن که ما میاریم میذاریم تو جاده، شما جاده رو نزنین، چون این بر خمپاره میزدن اون برم خمپاره میزدن. در حال 3 ماه اونجا مونده بود، خراب شده بود بیچاره، تا پدرش یک گاوی رو میگیره و یک گاری درست میکنه با این گاوه که با چرخهای چوبی هم داشته، این چیزه میره این پسرش رو بغل میکنه میذاره تو این، حالا چه دردی این میکشیده با استخوانش شکسته، اینو از جاده همونجوری زیر اون بمباران ور میداره میاره تا جایی که امن باشه که این حالا شده بود شهید زنده، آورده بودن اونجا، اتاقش هم پر گل و از این نوارام گردنش بسته بودن به سر و پیشونیشون. اینا دنبال این بودن، اشتباهی اومده بودن پیش من. حالا منم کسی 1000 تا سوال دارم، چی شد؟ اینا کی بودن؟ از کجا اومدن؟ چرا ماچ کردن؟ چرا فحش میدن؟ خیلی بامزه بود. به هر حال اینا که رفتن، باز اون دوست من که منو برد تو حیاط قدم بزنه، هر راه اومد، گفتم فلانی داستان چیه؟ گفتش که یه نفر اینجوری شده، داستان این خلبانه رو برای من گفت. گفتم که میشه من ببینمش؟ گفت بذار بعد ساعت 11 که همه رفتن، چون آدم همینجوری آدم میاد تو این اتاقه میره و خیلی ناجوره. شد بالاخره ساعت 11:30 این در رو باز، من ته اون سالن یه جای اتاق دیگه ای بود که خب از نظر رفاهی هم خیلی بهتر بود، وان داشت و حموم خاص و اینها. ما وارد که شدیم، این
پسر عینک هم داشت. چشمش به من افتاد، دیدم که شروع کرد گریه کردن، مثل اینکه منو میشناخت. گفتم منو میشناسی؟ با سر تکون داد، گفت آره. حالا مچاله رو اون تخته نشسته بود و اینها. گفتم میدونی من زندانی هستم؟ سرش تکون داد که آره من میدونم. حالا رو اونجا جعبه‌های شیرینی چینده بودن و گل و غیر و ذالک از این داستان ها. گفتم خب من کاری از دستم برمیاد، من میدونی زندانی ام. گفت آره. گفتم چی کار از دست من برمیاد؟ گفت اگه میشه منو ببر حموم بکنم. مگه حموم نداری اینجا؟ گفت من پاها که چیز نبود، 7-8 شکسته بود، دستا شکسته بود، یه مقدار گردن شکسته بود، دنده ها شکسته بود. به هر حال گفت 5 ماه من حموم نکردم، فقط با همین کیسه ها رو تخت. بعد به این محافظ خودمون که نگهبان بود گفتم میشه حواست باشه من اینو یه حمومش بکنم؟ گفت خود دانی. به هر حال ما این وان رو پر آب کردیم، آب ولرم. تقریبا 2 ساعت 1 ساعت و نیم 150 دقیقه طول کشید که من یواش یواش 1 سانت این رو دستمو بردم زیر این و این رو از رو تخت آوردم. خیلی هم درد میکشید فلان و بردمش توی وان و روی زانوی خودم نشوندم و شروع کردم اینو شستن. خیلی نرم، چون خیلی دردناک بود، شکسته بود، اصلا صدا استخوناشو من میشنیدم. گفتم خب وضعت چی میشه؟ گفتن که دست و پای ما رو قطع بکنن، هر 2 تا دست و هر 2 تا پاشو قرار بود قطع بکنن و دکترها گفته بودن که یه شانس این داره که بفرستنش لندن و آقای کروبی مخالفت میکرد. همین آقای کروبی که الان زندانه مخالفت میکرد و گفته بود که اینا در میرن اونجا مصاحبه میکنن و غیر و ذالک. این چیز شغلی ما بودی، گرفتاری شغلی ما بود. و این آدم گریه میکرد و میگفت اگه اینجا بمونم من دست پامو قطع میکنن ولی اینا اجازه نمیدن که من برم. گفتم دست کی هست از این؟ گفت فریدون مازندرانی. همینی که تو فیسبوک بود، شما من عکسشو گذاشته بودن، من اعتراض کردم. این هم دوره من بود، چه دانشکده، چه تو امریکا و چه تو دسفول که F5 می‌خریدیم. بعد اون رفت F14 من اومدم جای دیگه. خب وقتی که خانواده‌اش میومدن دسفول من از پدر این آدم پذیرایی میکردم، مشروبی میذاشتم، شامی میذاشتم، میخورد فلان. بعد شد حاج آقا وقتی که انقلاب شد رئیس زندان قصر، همون موقع که اعدام میکردن این پدر این شده بود رئیس زندان قصر. حالا من چرا به این احترام میذاشتم؟ چون این رئیس موتور سوارای شاه بود. اون جلو اگه فیلم‌های قدیمی نگاه بکنید یه استوار گردن کلفت چیز که جلوی موتورش جلوی همه میرفت و لگد راه رو وا میکرد که این ماشین بتونه رد شه. این استوار مازندرانی معروف بود. ولی فامیل خمینی بودن و این فریدون مازندرانی یه دختری رو از کروبی گرفته بود که کروبی دایی خانومش بود به اسم هورا، خانومم اسمش هوراست و خیلی به هر حال ما کسی رو نداشتیم، همش با هم رفت آمد میکردیم. که گفتم شماره تلفن این آدم رو داری؟ گفت آره این شماره. گفت سرهنگ مازندرانی. سرهنگ هم شده. به هر حال من از توی زندان، از بیمارستان صبح که شد من یه زنگی زدم، منتها خودم معرفی نکردم با یه حالتی که مثلا یه مقام بالاتری هستم. گفتم که به جناب سرهنگ میگین صحبت کنه یا همچه حالت. این سکرتر به اون سکرتر، اون به اون داد، اون یکی بسی که بعد از 7 تان میگذاشیم تا خودش ورزش. گفت بله. گفتم من فلانی هستم، هوشنگ زرزبی. گفت ای بابا سلام فلان اینا کجایی؟ گفتم یعنی تو نمیدونی من کجا؟ گفت میدونم ولی چه کنیم، منم برای کمک به بچه ها اومدم اینجا، اینایی که میرن کشته میشن. گفتم ببین مهم نیاله برای من داستان درست نکن، یه چیز ازت میخوام برای خودم نمیخوام. این که از خودتون بود که این اگر میمرد اسمشو میذاشین شهید. یه آدم جوونه تازه عروسی کردید داره دست پاش قطع میشه برای این مملکت. حالا بخوای بگی جنگیده، برای هر کی جنگیده، این که گناهی نکرده که.
من یه کاری کردم پاش وایسادم عقیده‌مه بشم معتقدم، تو هم اون کاری که میکنی معتقدی، ولی به عنوان این دوستی قدیمی این کارو برای من بکن. با آقای کروبی موافقت نکرده، نمیکنه. گفتم خصوصی برو، فامیلی برو، اینو هر جوری شده چیز بکن، بگیر. گفت بهت خبر میدم. رفت و فرداش زنگ زد، گفتش که اجازهشو گرفتم، پنجشنبه با خانومشم به عنوان نرس همراه درست کرده بود که خانومشم باهاش بره. گفت دلم میخواد خودت بری این خبر رو بهش بدی. گفتم من که نمیتونم، من اینجا حبسم، تو زندانم، درست بیمارستانه. و گفت پس من خودم میام این نامه رو بهت میدم، تو رو میارم از اونجا بیرون، تو برو اون تو که من نمیخوام منو ببینه. بعد دیدیم یه با اسکورت و از این داستان ها، مثل این که اصلا کی اومده اونجا، اومد و بالای سر من پیشونی منو ماچ کرده، این نامه این آدم رو داد دست من، به اون نگهبانم گفت ایشون با ضمانت من بره تا اون اتاق بیاد. و من رفتم، وقتی که وارد اتاق شدم دیدم خانومش هم نشسته. تا این منو دید یه حالتی مثل این که داستان دیشب رو تعریف کرده بود که من شسته بودمش و اینا. خانومش بلند شد، تعظیم کرد، تکریم کرد، خیلی احترام. گفتم یه خبر خوش دارم، پنجشنبه با خانومت میری لندن. گفت نه بابا. گفتم ببین این نامه است، اینم مازندرانی زیرش امضا کرده و تو میری با خانومت، امیدوارم که اونجا درست بشه کاره. به هر حال و رفت. خیلی احساس آرامش کردم، خیلی هم تو دلم از این که ما درست ممکنه گوشت همو بخوریم، استخونه همو نمیخوریم. این مازندرانی این کارو کرد، ولی خب در قبالش، در مقابل اون همیت ملیش، خب میلیاردر شده بودن اینا و خونه های میلیونی که اون موقع مثلا 300,000 تومان خونه خوب تو سلطنت آباد بود، مثلا این خونه 8 میلیونی داشت و بچه‌هاش امریکا و غیر و ذالک. حالا به هر حال نوش جونش یه جوری پس ملت ایران خواهد داد، چون از مسئله شخصی نیست، مسئله رفاقت نیست، ولی مسئله چیز ملی. اینجاست که میگم قهرمانای حقیقی رو وقتی حقیقی حقوقه وقتی که اینها میارن میذارن. شما اگر آرم جمهوری اسلامی رو دیدی، خیلی هم تو جنگ کشته شدن، خب اصلا حزب اللهی نبودن، ولی این آدمی که اصلا پرواز نکرده به من زورم میاد. میدونید بعد شده رئیس بنیاد شهید نیرو هوایی، بعد شده رئیس به هر حال نماینده رهبر در ارتش با درجه سرلشکری. خب این نمیتونه عادی باشه. این قهرمان من نیست، قهرمان من فرخزاد جهانگیری است یا بهروزفره. اونام جوان بودن، اونام زن و بچه داشتن، اونام تازه زندگیشون شروع کرده بودن، در وسط نداشتن، ولی جونشون گرفتن، دم دستشون فریاد زدن. حالا اگر من این حرفا رو بزنم، اون وقت اون خط قرمز رو من رد کردم. اینی که یارو میخواد بیاد تخریب بکنه، میگه چیزی دیگه ای نداره، بدبخت و بیچاره، میگه دیوارا رو رنگ میکرد. من افتخارم اینه که این دیوار رو رنگ کردم. دیوار رنگ کردن که چیزی نبود که. به هر حال گذشتیم از این داستان و من در بیمارستان بودم دیگه، همه جا پیچیده بود که این آدم به هر حال یکی دو بار هم اون آقایی که نگهبان من بود 2 شب منو فرستاد خونه. چجوری؟ گفت بیا ماشین منو ورد و برو صبح ساعت 5 بیا. گفتم ببین نه، من زندانی هم، تو آدم رشیدی هستی، ولی اومدم زدم به یه تیر چراغ برق، یکی بهم زد، اون وقت تو اصلا زندگیت میفتی. گفت نه من باید این کارو برای تو بکنم که منو با رفقاش چیز شده بود، یک آژانس صدا زدن. من 2 شب هم به فاصله مثلا 30 روز 40 روز یواشکی رفتم خونه و صبح زود اومدم بیمارستان. ولی توی محلی که من زندگی میکردم منو دیده بودن، گزارش داده بودن به اوین. ببینید بچه محل خوبم ما داشتیم، همونا آدمای گرفتاری که تو سرشون میزدن و فلان، گزارش دادن که فلانه رو دیدیم و فلان و اینها. به گوش دادستانی رسیده بود و بعد از مدتی من همون توی بیمارستان بودم، همون مشغول فیزیوتراپی بودم،
اومدن منو چشمند زدن با یه حوله و از این داستان ها و جلوی همه نرس ها که گریه میکردن. خوشحالم که اونجوری منو دیدن و کردن توی قسمت عقب یک ماشین سرم رو آوردن پایین و یه راست منو آوردن اوین. و اوین که برای این دفعه وارد شده بودم، اون آدمی که منو تحویل گرفت یک نامه گذاشت جلوم، گفت بنویس که همه چی رو با خودت آوردی. من که نمیتونستم بنویسم، دست راستم من مجروح بود، جراحی شده بود، هنوز بخیار روش بود، هنوز درد من داشتم. گفت من میرم برمیگردم. گویا که پشت سر من ایستاده و میخواد ببینه که آیا من واقعا عمل شدم نشدم یا تمارض فلان، ولی عمل شده بودم. که من با دست چپ شروع کردم اینو با یه حالت اجباری این رو نوشتم دادم و این آدم یه دستن به دست راست من زد، یعنی اونجایی که زخم بود، مچ من بود، اونو با دستان زد و شروع کرد من رو کشیدن و این درد شروع شد دوباره و برد. احتمالا فکر می‌کنم طبقه 6 بود یا 7. منو برد کنار دیوار و این دستبند رو بست به شوفاژی که به هر حال اونجا بود تو اون طبقه. نمیتونی قلط بزنی، نمیتونی بشینی، نمیتونی به هر حال هیچ کار نمیشد کرد و یه 4-5 روزم همینجوری تو این حالت من مونده بودم و همونجا میخوابیدم، همونجا گهگداری که بعد از ظهرها وقت نهار میشد این دستبنده رو وا میکردن ولی چشمند رو باید میبست. یک سینی بزرگ میذاشتن، 7-8 نفرم دورش میشستن و این سینی باید غذا میخوردن با دست. اونجا آدمای خیلی زیاد بود، یکی ناله میکرد، یکی گریه میکرد، مثل که جماعت خیلی زیادی، ولی خب ما نمیدیدیم. تا اینکه بعد از چند روزی یک کسی اومد هی زد منو بلند کرد و لهجه کاشی هم داشت، چون من دنباله اسمم یک کاشانی هم داره که اون رو من حذفش کردم. پدر من اهل کاشان بود ولی من خودم اصلا ندیدم اونجا رو، کاشان رو تا حالا ندیدم. که گفتش که کاشی هستی؟ گفتم خیر، من تهران به دنیا اومدم. گفت آرد میشه که بگی کاشی هستی؟ گفتم چرا آرم میشه، همه جای ایران وطن منه، چه فرق میکنه این بر اون. و خیلی بدش اومده بود. این نگفت رئیس بند 325 اوین بود که بعد از اینکه منو برد و چشمهای منو باز کرد و تحویل خودش گرفت، یه دفتری داشت خیلی کوچولو و عرض کنم که دیدم یک آدم لاغری است و این کلاهای سبز با دستباف و میوه فروش بود این آدم. اون موقع با اینکه رئیس بخش شده بود هنوز از بیرون پرتقال و خیار از این چیزا میدون می آورد و میفروخت به زندانیا، اینجوری هم کاسبی میکرد ولی عاشق فوتبال بود. و یه روز به من گفتش که قبل از اینکه منو تو بند بده گفتش که فوتبال هم بازی میکنی شنیدم اینو؟ گفتم بله، ما جوان بودیم که ولی کفش ندارم. گفتم من برای کفش میارم که دیگه اینا میومدن تو حیاط فوتبال بازی میکردن، اونایی که فوتبال بلد بودن میآوردن، ما گل کوچیک بازی میکردیم تو اوین با اینا. گل هم که میزدیم با لگد میزد بی پدر مادر خلاصه. ولی خب دست هنوز توی چیز بود و ولی ناقص شده بود دیگه. شست سمت راست من به کف دستم بعد از سالها با اینکه من باش کار کردم که ازش کار بکشم به کف دستم نمیرسه، محدودیت پیدا کرده. دستیست که من باش کار میکنم، نقاشی میکنم و طراحی میکنم غیر وزاله. ولی به هر حال اونجا ما رو یک 3 ماه دیگه نگه داشتن و موقعی بود که قانون وکلا رو گرفته بودن و اکثرا وکیل بودن اونجا که بعد از مدتی دوباره اومدن ما رو به قزل‌حصار فرستادن که برگشتیم به قزل‌حصار و همون حاجی داوود اونجا بود. این بار خب من چون از گاودونی اومده بودم بیرون و از اون بخش چیز اومده بودم، دوباره انداخت منو توی بند مجاهدین سر موضع واحد 1 که جای خوبی نبود. گذشت
بعد دیدیم که یک تحولاتی در زندان شروع میشه، خیلی رفت آمد هاست، خیلی چیزاست، اخبار میرسید گویا که گروهی که وابسته به آیت الله منتظری بودن اینها اومدن و قدرت رو گرفتن، لاجوردی رو عوض کردن، اون حاجی داوود رو عوض کردن، عوامل خودشون رو گذاشت به زندان و من رو هم منتقل کردن به یک بند روبرویی که رژیمی های گذشته در اون بودن، این پیرمردها که از اون جای بزرگ منتقلشون کرده بودن به جای کوچیک توسط توابین، ما رو انداختن و اونجا من به هر حال هم اتاق آقای امیر انتظام و ابوالفضل قاسمی و خیر وزاری و این بچه های جبهه ملی بود که یه تعدادی هم از آقایون بهایی ها بودن که در چیز کار میکردن، همه دکتر بودن، در بهداری کار میکردن و میرفتن، دکتر شهیدی، دکتر یزدانی، برادرزاده همین نوجبر یزدانی بودن که دارو و درمان و اینا دست اینها بود و ما هم اون تو بودیم تا اینکه این رئیس زندان جدید که آمد بهش میگفتن حاجی میثم. البته خب اینا اسمای مستعاره ولی مشخص بود که تحصیل کرده است. میگفتن که مهندس شیمی هست ایشون و خیلی آروم بود، وامیستاد گوش میداد و یادداشت میکرد که وقتی که این آدم وارد بند شد و گفت که داستان اینه دیگه اون حاجی داووده نیست و اینا اعتراض کردن که چرا یکی از توابین رو گذاشتین مسئول بند ما، اینی که با ما بده، هی ما رو از یه بندی که خودمون ساختیم منتقل کرده. به هر حال این در دلها و این آدم یه صندلی گذاشته بود نشسته بود، گفتش که آقای انتظام اینجا هستن. عباس امیر انتظام هم اتاقش بیرون نمی اومد که گفتن که میخوانید، اومد بیرون و گفت، خیلی شجاع بود انتظام، گفت تو هم مثل همون یه شلاق دستته و پاشنه کفشتو برکشیدی اومدی و من احتیاجی به امثال شماها ندارم. گفت حالا به هر حال کتابی چیزی ملاقاتی، خیلی نرم باش رفتار کرد، مشکلی داری؟ گفت غذامون کمه، نمیدونم از این چیزایی خیلی پیش ما افتاده، ملاقاتمون کمه، اینها رو با عباس امیر انتظام صحبت کرد و رفت از اونجا و خیلی وضع بهتر شده بود. حتی بعضی موقع چلو کباب میدادن توی چیز به عنوان نهار، عجیب غریب بود، خیلی فرق کرده بود. و یک شبی این داستان آخرم بگم که اگر سوالی دارید من دیگه به هر حال شنونده بشم تا صحبت کردن. یک روزی هم شبی هم دیدیم در وا شد و همین حاجی میثم اومد تو و منو خواست، صدا زد، گفت شما شنیدم نقاشی میکنی. گفتم میکردم دیگه نیست، دستم شکسته اینجوریه. خب بهانه‌ای داشتم. گفت نه این خیلی برام اهمیت داره، من دیروز برادرم شهید شده، کشته شده بود تو جنگ. گفت فردا صبح من باید برم اینو تشییع جنازه بکنم، ممکنه خواهش کنم عکس اینو بکشی روی چیز؟ گفتم آخه شما باید یه بومی بیاری، یه چیز بیاری رنگی، من که ندارم اینا رو. همه اینا رو رفت یه ساعت بعد تهیه کرد و با یه فلاسک چایی اومد خودش نشست و خیلی هم گپ زدیم. منم نقاشی میکردم این صورت برادر این رو که صبح میخواد بیاره، خیلی هم قدی و بزرگ بود، از خود عکسش هم بهتر شد اتفاقا. برای من چایی میریخت و حرفم گوش میداد که چرا این کاری کردی، چجوری شد و من هم داستانو براش گفتم. خیلی متاسف بود، خیلی چیز بود، حالا کاری که دستش بر نمی اومد و تشکر کرد و رفت دیگه. ما این آدم رو ندیدیم تا جایی که اینها شروع کردن یک برنامه روحی رفاه برای زندان ها گذاشتن. تو البته 3 ماه اینا سر قدرت بودن، بعد دوباره اون عوامل وحشتناک بعد از اینکه منتظری رو به هر حال سرکوب کردن
آمدن که خرداد 67 اتفاق افتاد. یعنی تمام زندانی‌ها رو میکشوندن، مصاحبه میکردن، تو برو سمت راست سمت چپ، این داستانش برای بعد هستش. و یه تعداد زیادی رو هم خلوت میکردن، یعنی اگر اضافه مونده بود، اگر چیزی نداشت، اینو آزادی بود آزادش میکردن، زندانا رو داشتن خالی میکردن تقریبا. یه حالت اینجوری بود که خودش داستان شگفت‌انگیزی است و من براتون این رو تعریف خواهم کرد که این باعث آزادی من هم شد که اینها گروه میخواستن روحی رفاه بدن در زندان ها، شروع کردن این کارهای مجسمه سازی و نمیدونم غیر و زالک و اینا رو، کلاس رو از این داستان ها گذاشتن، سرود درست کردن، ساز آوردن، هر کسی سازی بلد بود، ارکستر درست کرده بودن، گروه سرود و گروه تئاتر رو که در حال داستان شنیدنی است. بد نیست که بدونید که این آدمی که اینجوری شده خب چجوری شد آزاد شده بودی، چون در بعضی رادیو تلویزیون ها که من صحبت میکردم خب چی شد آزاد شدی، حالا براتون میگم که چجوری آزاد شد. من تا اینجا فکر میکنم بسنده کنم، اگر کسی سوالی داره، فحشی میخواد بده، کاری داره، من در خدمتون با کمال میل هستم. من درود و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و نمیدونم واقعا با چه جمله‌ای به عنوان ایرانی بگم که من شرمندم. من دشمن شما شرمنده باشه. ما به هر حال این لباس رو پوشیده بودیم برای همین. الان هم که اون لباس تنمون نیست، ولی میگه از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم که. بله من متاسفم. وطن رو باید فریادش کرد. بله من متاسفم که با یک ایرانی، با یک سرباز میهنم این گونه رفتار شده. و یاد این شعر ناصر خسرو افتادم که تو مدرسه میخوندیم دیگه و اینم یک واقعیته. حالا اگر اجازه بفرمایین من این شعر رو بخونم. یه روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست و در طلب طعمه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز میبینم اگر ذره اندر ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر اندر بر او راست. بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز و از عرش مرو را به سوی خاک فرو کاست. بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی بگشود پر خویش سپس از چپ و از راست. گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن چوبی و ز آهن این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خواست. بر تیر نظر کرد و پر خویش برو دید گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. جناب شواهنگ مشکل ما ملتیم، ما ملت مشکل داریم، مشکل فرهنگی داریم، مشکل این رو داریم که به بزرگانمون ارج نمی نهیم، به ارتشمون اون بهایی رو که باید میدادیم ندادیم. ای کسایی مثل قره‌باقی، مثل فردوس و حالا خیلی ها بودن دیگه نفوذ کردند و مملکت رو به باد فنا دادند و نمیدونم چه اتفاقی هم میافتاد و چه نقشه‌ای برای آینده میهنمون کشیدن. به هر حال صحبت‌های حضرت عالی اینقدر زیباست که من به واقع میگم من خیلی از نظره به اصطلاح جسمی و اینا
زود خسته میشم، بلند میشم راه میرم و اینا، ولی موقعی که شما صحبت بکنین ششدنگ حواسم اینه که چه بیانی میفرمایید. در هر صورت من یک دنیا از محبتی که نسبت به رادیوی خودتون دارین سپاسگزارم. من آرزوی پایندگی دارم برای ملت ایران. امیدوارم یه روزی درست بشه. به هر حال این اتفاقات رو که رقم میخوره، یه تعدادی میسوزن، یه تعدادی به هر حال نمیسوزن، هم آخرش با هم میریم توی یه هلفتونی، فرق نمیکنه. این عمر خیلی کوتاهی است، نمیشه گفت حالا به علاوه منهای 5 سال 10 سال فلان یه کدومون بر مرضی میریم و خوشا به حال اونهایی که با افتخار از این دنیا میرن و آلودگی نمیپذیرن، نمیشه خریدشون، نمیشه. به هر حال از اینها زیادن، بیشمارن، ولی در زیر سایه قرار گرفتن و نمیگذارن اینها مردم اینها رو بشناسن. بعد از اینکه سالها گذشت، ما تازه ها میدونیم میرزاده عشقی کی بوده، چی کار کرده. بعد میدونیم که مثلا به جای اینکه بریم به چه گوارا احترام بذاریم برای آزادی خواهیش، خب ما بابک خرمدین هم داشتیم، ما خودمون داریم، ولی صدای یه نفر آدم زنده‌ای که تو اون جریان بوده داره. من به سادگی دارم میگم، نه خیال پردازی است، نه داستان. اون چیزی که یادم میاد تعریف میکنم، البته تا اونجایی که تونستم این رو نوشتم که به خاطر اون اسامی، ولی چاپش به این زودی مقدور نیست. نمیدونم کی زنده است کی مرده و نمیخوام دردسر برای کسی به هر حال ایجاد بشه. این رو من خاتمه میدم با یه شعری به اسم گریز که چرا این کار کردم و به هر حال شما رو به خدای ایران میسپارم. گفتم که از خود گریختم که چو مرغان در قفس، بانگ اذان مغرب خود راز مرگ عشق در جای جای زخمه محراب موتنم با خون ادا کنم. از خود گریختم که مگر با فدای خویش دینی ادا کنم. اما دریغ آنان که این فسانه ز گلدسته های شهر در جانشان نشست، یا گوششان شنید آهسته شاخه تردیدشان شکفت بر آستان خاک، تا آنکه سر نکشد بر مغاکشان اهریمن هلاک. من نیز سالهاست در این دشت پرسراب خود را به موج و پهنه دریا سپردم، یعنی ز عشق تا به سر گور زندگی تابوت خویش را به سر دوش بردم. در دشت پرستاره شبهای شهر من، آنجا که بغض‌های گلوگیر لحظه ها فریاد می شود، آنجا که عشق قاصدک خسته از سفر در دشت پرشقایق آمال پرملال برباد می شود، گلواژه های جنبش آزادگان هنوز بر جای مانده اند، سنگین و استوار چون کوه با وقار. آنان ضیافت خون را ز مرگ شب با دست اتحاد رنگین کمان کهنساله بستند از پهن دشت خاک بر دیدک زمان، با دانه های سلسله ای پر مقاومت در حجم نور. من دانه های سلسله ها را شمردم، چیزی فراتر از همه برگ های سبز در پیکر بهار. هر دانه قصه پولاد آهن است، هر قصه زمزمه عشق و آرزوست، هر زمزمه بیان گلی جاودانه است کو را سپرده‌اند بر دست پرشقاوت بیدادهای باد. شبهای شهر من، آنجا که آسمان به زمین بوسه میزند، غرق از نیایش گل با ستاره است. من هم در آن میان مانند تک ستاره قطبی روشنم بر راستای پهنه دریای عشق خویش. عشقم به رنگ عاطفه صبح روشن است، بعد
از نم تراوت باران صبحگاه بر شانه های برگ. عمریست من چو وسعت اندیشه های خویش غم را گریستم شاید سرود عشق جاری شود روزی ترانه وار در جای جای خشک ورقهای دفترم. بله این هم جناب شباهنگ، یک بانوی هموطن روی خط تلفن هستن. بفرمایید بانوی عزیز، بفرمایید. با تشکر از آقای شباهنگ، من از صحبتاتون واقعا لذت بردم، با اینکه در زیادی شهامت شما رو تحسین میکنم. کتاب شیرهای رنگی شما رو بارها خوندم و پیشنهادم اینه که شما چرا خاطرات زندانتون رو به صورت کتاب منتشر نمی‌کنید. عرض کنم خیلی با سپاس از شما، سپاسگزارم، من مورد لطفتون قرار دادید. آماده چاپ هست ولی دو دل هستم برای اینکه به یه تعدادی که اسم میبرم زنده هستن، ممکنه گرفتار بشن. اونایی که به من کمک کردن، اونایی که به هر حال حالا یک جوری طاقت نیاوردن ولی هستن، ولی بچه های اینا بزرگ شدن و نمیخوام که اینها آزرده بشن از کار پدرانشون، ولی چون یه وظیفه تاریخی است دیگه، من این رو حد اکثر فکر میکنم که تا 1 سال دیگه چاپ بکنم. حالا هرچی باد چون ممکنه به هر حال عمری نباشه، این بمونه، اینو بدم چاپ بکنن و بره دست مردم. این بخشی از تاریخ سرزمین ماست، باید بره. من نمیتونم دیگه اونقدر صبر کنم و ملاحظه دیگران رو بکنم. اون حقیقتی است که بوده و گفته شده، من باید این رو بدم به اجتماع. اما خرج و مخارج سنگین هم داره، این خیلی سنگین هست و فعلا داریم قلتمون رو پر میکنیم ببینیم چی میشه. استقامت و قدرت شما رو تحسین میکنم و باعث استفاده. سپاسگزارم، آینده باشید. سپاسگزارم. خب من به حضرت عالی و شنونده های شبتون بخیر. جناب شباهنگ به شما هم شب بخیر میگم، خسته نباشید. شب شما بخیر، آینده ایران. قربانتون برم.
صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روزگار ما. شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روزگار ما. بسی گردش کند گردون، بسی گردش کند گردون، بسی لیلا نهارم. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمارم، که رنج بی شمارم. اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است. خدا را در دل اندازش، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذارد، که بر مجنون گذارد. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.